به نام خدا ممنون از اصحاب رسانه، تمام عزیزانی که طول این فصل در کنارمون بودن. یه تشکر ویژه باید من بکنم از بچهای رسانه باشگاه که امسال واقعا پای کار بودن. از بچهای گرافیک میخوام اسم ببرم: مهدی جانزاری، مهرزا چراغی، بچهای ویدیو، علی رفعتی، محمد مهدوی، حسین اکبری، فرهام صفایی و مبین جعفرپور. حالا اگه اسم هر کدوم از بچه‌ها رو نیاوردم به بزرگی خودشون میبخشم. واقعا بچه‌ها زحمت کشیدن. از همه شما ممنونم که این فصل در کنار ما بودید. ان شاءالله فصل بعد هم در کنار ما باشید تا بتونیم ان شاءالله سال بعد یه نتایج در خور شأن باشگاه داماش رو حتما بگیریم که همه شما و هوادارا راضی باشن. آقای نظر محمدی در مورد بازی صحبت می‌فرمایند. بعد از اون اگه سوالی داشته باشید در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما اصحاب رسانه و جامعه بدون منفعت و پاک رسانه و خبرنگاری. پوزش من رو به دلیل عدم حضور من توی 2-3 تا جلسه از کنفرانس ها بعد از بازی رو به بزرگی خودتون ببخشید که نبودم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشم، به دلیل اینکه میخواستم یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشم. جورمون رو همکارای عزیزم آقا مصطفی حاجتی، آقا رضای مهدوی کشیدن. تبریک بابت بقای تیم داماش با کمک همه شما عزیزان، هواداران عزیز، مسئولین استان و بازیکنان عزیزم و همکارانم توی کادر فنی بابت بقای تیم داماش. گرچه که انقدر شأن و شخصیت و نام داماش بزرگ هست که نباید بابت بقا به کسی تبریک گفت. ما باید بابت صعود تیم داماش به لیگ برتر و حضور در تیم‌های بالانشین و مدعی و کسب سهمیه به مردم شهرمون، به مردم استانمون، به شما اصحاب خوب رسانه تبریک بگیم. یه خدمتتون تشکر ویژه از همه هوادارا که کنار ما بودن توی این ایام. به هر حال تیم داماش همونجوری که شما میدونید یه تیم متحول شده نیم فصل دوم بود، ولی به دلیل نتایج خیلی بد توی نیم فصل اول، اونم بیشتر دلیل مشکلات مدیریتی و مالکیتی بود. اگه خاطر همه شما عزیزان باشه، بین هفته هفتم تا هفته 16 درگیری مالکیتی توی رسانه‌های سراسری و توی اکثر برنامه زنده لیگ یک زیاد بود. این جنگ و دعوای مالکیتی باعث شد که تیم شرایط خوبی نداشته باشه از نظر مدیریتی، ولی خب توی نیم فصل بعد اینکه تعیین تکلیف مدیریتی و مالکیتی انجام شد، ما مجدد برگشتیم خدمت تیم خوب شهرم. به هر حال نتایجی که کسب شد توی نیم فصل دوم، تیم داماش تیم 10 جدول بود که میتونست با حمایت بیشتر تیم بالانشین هم باشه. من تبریک میگم به بازیکنان، به کادر فنی، به همه همکارانم توی کادر فنی، از گروه پزشکی گرفته تا گروه پشتیبانی تا گروه رسانه گرفته، از همشون گروه مدیریتی تشکر ویژه دارم که تونستن توی این کار بزرگ توی نیم فصل دوم که کار بسیار سخت بود، ما با رقب‌هایی داشتیم مبارزه میکردیم و داشتیم رقابت میکردیم که نیم فصل دوم هزینه‌های خیلی زیادی کردن. تیم خوب شاهین بندرآمری نیم فصل دوم هزینه خیلی زیادی کرد. زمانی که تیم از ماشر برگشت به بوشهر، تیم دریای بابل تو نیم فصل دوم میدونید که بازیکن‌های زیادی گرفت. 5 میلیارد فقط بابت باز شدن پنجره نقل انتقالاتش فقط هزینه کرد. تقریبا 6-7 میلیارد بابت بازیکنایی که جذب کرد هزینه کرد. ما با کمترین پول ممکن به نظر من جزء تیمایی بودیم که خوب نتیجه گرفتیم. اون مربیایی که عدم نتیجه گیری خودشون رو با رفتارهای پوپولیستی و سوء استفاده از هوادارامون می اومدن تو کنفرانس ها و میخواستن اونا تو تیمای پولدار و صنعتی داشتن مربیگری میکردن ولی توفیقی حاصل نکردن. ما نیم فصل دوم با همین بنیه بسیار بسیار مالی ضعیف از خیلی از اون تیم‌ها بهتر نتیجه گرفتیم و تو نیم فصل دوم حرفای خیلی زیادی رو داشتیم. بینابین نیم فصل یادمون نره پنجره نقل انتقالاتمون که بسته بود 4-5 هفته ما از بچه‌هامون نتونستیم استفاده کنیم. آقای الماسخاله یه تنه وایساد و پنجره تیم داماش رو باز کرد. ما ریالی نیم فصل
برای باز شدن پنجره پرداخت نکردیم. کمترین هزینه ممکن رو بابت جذب بازیکن‌ها تو نیم فصل داشتیم. ما فکر میکنم سرجم بچه‌ها که تو نیم فصل جمع شدن پولی که به اینا پرداخت کردیم 500 میلیون نمیرسید. این در نوع خودش جالب توجهه. بازیکن 8 بازیکن جذب کردیم در پایان نیم فصل. الان نیم فصل که الان بازی‌ها تموم شد ما 500 میلیون به اون بازیکن‌ها پرداخت نکردیم و موفق شدیم تیمو نگه داریم. با سخت‌ترین شرایط کار کردیم، به عشق مردم هم کار کردیم. هیچ وقت نق نزدیم، هیچ وقت نتیجه نگرفتن خودمون رو مسائل مالی ننداختیم. وایسادیم وسط و به هوادار قول دادیم که سوت پایان بازی سایپا داماش توی لیگ دسته اول باقی خواهد بود. اگر این اتفاق نیفته هر بلایی خواستید سر من بیارید. بعد از باخت به آریو اسلامشهر تو اسلامشهر 6 تا بازی باقی مونده بود و ما با 20 امتیاز تیم 17 جدول بودیم. هوادارایی که برای تماشای اون بازی تشریف آورده بودن اونجا پایان بازی بهشون گفتم که این تیم پایان بازی سایپا حتما توی لیگ باقی خواهد موند. الهی شکر که پیش همشهری‌ها، هم استانی‌ها، پیش شما عزیزان من سرافکنده نشدیم و تونستیم که سهمیه با ارزش داماش توی لیگ دسته اول رو که بسیار با ارزشه و حق فوتبال رشت خیلی بالاتر از اینه توی لیگ حفظ بکنیم و این کار بزرگ بدون حمایت شما، بدون راهنمایی شما، بدون نقدای خوب شما میسر نبود. البته که همتون میدونید که هوادارا تمام قد پشت تیم موندن در روزایی که تیم میباخت، در روزایی که تیم مساوی میکرد، همیشه حامی بودن. از همشون تشکر میکنم، از مالک محترمم تشکر میکنم. در حد توان و بضاعت خودش حمایت کرد و ایشالله که توی اولین فرصت بتونه به اون تعهداتی که با همدیگه توی نیم فصل 7 و ما با همدیگه جمع‌بندی کردیم بتونیم بچه‌ها تزریق بکنیم که شرمنده بچه‌ها با غیرتی بودن. این مشکلاتی رو که ما داشتیم، آقای نعیمی به دلیل مشکلات بیماری و جسمی که داشتن تشریف نداشتن کنار تیم، بدون مدیر عامل این تیم تونست تو نیم فصل دوم بدون یک جلسه اعتصاب توی لیگ باقی بمونه. این من فکر میکنم کار بسیار بسیار بزرگی بود که فقط باید بازیکن با شرف، هوادار با شرف، کادر فنی با شرف و مسئولین با شرف ما باید این اتفاق میافتاد که این اتفاق فرخنده افتاد. به همتون تبریک میگم. به رشتی بودنم افتخار میکنم، به گیلانی بودنم افتخار میکنم. شیمی جان همه رو بمیرم. لهجه ما هویت ماست. آقای نظر محمدی خسته نباشید. با توجه به این شرایط سختی خودتون گفتین فصل بعد در داماش میمونین؟ من قراردادی با داماش ندارم خدمتتون عرض شود که، ولی همیشه برای فوتبال رشت سرباز بودم. من فکر کنم 10 روز پیش توی یه برنامه زنده تلویزیونی گفتم رشت و گیلان رو به همه دنیا ترجیح میدم. اگر شرایط مهیا بود، دارم عرض میکنم، اگر شرایط مهیا بود و برای فصل آینده خواستن تیم صعود بکنه در خدمتشون هستن. در غیر این صورت برای تیم داماش و فوتبال شهر هم آرزوی موفقیت میکنم. علی آقا این خسته نباشی به شما میگم. دو تا قول دادی انجام. یکی اون از بیرون از خونه بردیم دست شما در نکنه، یه قولم بدی تیم بگو. ولی این تماشاگرها تو دنیا هیچ کس نداره. همه مربی‌ها تیم اومد اینجا بازی کردن از این تماشاگرها تعریف کردن. علی آقا حیف این تیم لیگ برتر نبود. شما چی قولی چی برنامه‌ای برای ما انجام بدیم این تیم بیاد دسته اول. ببینید اون مربیایی که از هوادارهای ما تعریف و تمجید میکنن میخوان پشت نتایج ضعیف خودشون. من پیروز قربانی منظورم نیست. پیروز قربانی به عنوان همکلاسی آخرین کلاس مربیگری که با هم دیگه بودیم، من ایشون رو از نظر فنی قبول دارم، ولی شما سخت افزار، امکانات، بنیه مالی نفت و گاز گشتسالاران رو نگاه کنید، داماش گیلان رو نگاه کنید. ما تو هفته گذشته حتی هزینه هتل رو به زور جور کردیم رفتیم هتل. خب وقتی که همون مربی میاد اینجا به شعور هوادارام توهین میکنه که من با مدرسه فوتبال فرزندم همه تیم‌ها رو اینجا میبرم. آقا پیروز عزیز، تو سرمربی سردار بوکان بودی، استادیوم پر جمعیت، سرمربی دریای بابل بودی، سرمربی شهرداری آستارا بودی، سرمربی سایپایی بودی که برای اولین بار سایپا سقوط کرد. چه اتفاق خوبی توی فوتبال. شما را من به عنوان مربی خوب و فنی قبول دارم، ولی اول یک افتخاری بیار، یک کارنامه بزرگی داشته باش، بذار دیگران از تو تعریف کنن. این یادش باشه.
ببخشید ما تو این استان هم تیم نگه داشتیم، هم تیم آوردیم بالا. تو استانهای دیگه هم تیم نگه داشتیم، همه کارم کردیم، هیچ وقت از خودمونم تعریف نکردیم. دوست ندارم اینجا از هوادار من که پاکه بیاد سوء استفاده بشه و نتایج ضعیف خودشون رو. شما برید نیم فصل دوم جدول رو بررسی بکنید، ببینید داماش کجای جدوله، نفتگاز گشتاران کجای جدوله. نفتگاز گشتاران نیم فصل دوم تیم 16 جدول، داماش تیم 9 جدول، 10 جدوله. خب با کدوم بنیه مالی؟ این رو همگان میدونن، همه ما میدونیم هوادارامون بی‌نظیرن، اما کسی نباید بیاد از این هوادارامون سوء استفاده کنه، حرفای پوپولیستی بزنه اینجا. من ممنون اون هوادارایی هستم که به درستی فوتبال فهم، ممنون اون خبرنگارایی هستم که تو همین سالن کنفرانس انقدر خوب فوتبال فهمیدن و به خاطر شرایط بد فوتبالی تیم حریف ایشون رو زیر سوال بردن. دم همشون هم گرم. آقای عبدالحمید خسته نباشید، تبریک عرض میکنم. در حال زحمات زیادی رو کشیدیم و بقای امروز داماش شاید ایثار شما قبل از ایثار شما اون اراده و انتخاب شما توسط هوادار و تصمیم فراقانونی که توسط متولیان ورزش استان صورت گرفت در روزهایی که باشگاه مالک نداشت و همچنان مدیران باشگاه هم در سایه بودن و هیچ انتخابی نمی‌کردن، شما در حالی توسط مدیران استانی انتخاب شدید که یک بار اخراج شده بودید و این انتخاب میتونست برای مدیران استان متولیان ورزش استان بار قانونی و حتی در آینده عواقب حالا قضایی به جا بذاره. این مورد یه توضیح در این مورد بدید، تا الان عنوان نشده، حالا شاید صرفا به خاطر جلوگیری از حساسیت ها، به خاطر جلوگیری از اون تنگ نظری هایی که تیم ما رو به این مرحله رسوندش. این یه مورد بعدی، شما فرمودید ما بدون مدیر عامل این تیم رفت جلو، حالا مالک ما هم که از کنترل از راه دور بود. در واقع خودتون بودید و هوادار. اینکه تمرین آخر داماش در نیم ساعت آخر قبل از تمرین شما در راهپله‌های شورای شهر و شهرداری پیگیر پول برای اعضای تیم بودید و تیم رو در این شرایط نگه داشتید. میخوام بدونم بحث لوجستیک و بحث حالا جانبی، حالا فنی، همه یه جورایی گردن شما بود. حالا یه حمایتایی هم از سوی داخل استان میشد، ولی حس میکنیم بیشتر مانع تراشی داشت میشد. حالا مثل اون مهمانی که صورت گرفته بود و شما تا هفته قبل تا پای اخراج هم رفتید. یه توضیح دیگه بازی آخره فکر کنم بتونید شفاف سازی بکنید. آقای نظر محمدی در این مورد هوادار حمایت قاطع کرد و اگرم در طول نیم ساعت با همه این فراز نشیب‌ها با وجود عدم علاقه دوستان به بقای شما برای ادامه همکاری شما، اما این حمایت هوادار بود که فکر کنم شما رو نگه داشت در این تیم، هم خودتون رو انگیزه داد هم دوستان رو جلوگیری کرد. یه توضیح دوستان در این مورد بدید که حداقل در پایان فصل این شفاف بشه و داماش برای فصل بعد هوادارش اینجور دغمرگ نکنه با این گونه مدیریت و این گونه حضور افرادی که برای این تیم فقط بیشتر منفعت طلب بودن تا به فکر کمک رسید. انقدر مازیار اصغرزاده رفیق خوب رسانه‌ای ما با حرارت صحبت میکنه که سعی میکنه که مخاطب رو منقلب بکنه. همونجوری که آقای اصغرزاده گفتن، خب توی نیم فصل به دلیل من عرض کردم توی برنامه در روز پیش توی شبکه باران هم عرض کردم، تو نیم فصل دوم بعد از بازی خوشه هم توی مشهد هم عرض کردم، تو نیم فصل دوم به دلیل عدم مالکیت شفاف توی بخش قضایی قضیه، چون تمرینات تیم توسط بازیکن‌ها تعطیل شده بود، اعتصاب کرده بودن پایان نیم فصل و هیچ کس این تیم رو گردن نمیگرفت، با درخواست هوادارهای عزیز که توی بعد بازی مشهد هم گفتم و با یه ریسک بزرگ آقای آرمان و آقای الماسخاله که توی یه روز معروف توی اداره ورزش جوانان بنده رو صدا کردن، گفتن که آقای نظر محمدی تمرینات رو شروع کن، ولی ممکنه که مالک جدیدی بیاد، شما 10 روز دیگه نباشی، از این بابت مشکلی نداری؟
کردی، گفتم که من همیشه برای فوتبال رشت از خودم گذاشتم، این بارم حاضرم تیم رو تمرین بدم، اگر کسی اومد ما رو خواست ادامه همکاری میدیم، اگر هم نخواست مشکلی نیست. به عنوان کسی که هوادارا و فوتبال دوستای رشتی انتظار داشتن که آقا ما پیشکسوت بزرگ تو فوتبال رشت نداریم، من به دلیل همون حرفی که هوادارا زدن گفتم من پیشکسوت میام. آقا رضا مهدوی رو هم آوردیم کنارمون، دستش در نکنه. آقای سجادی هم به همین شکل تمرینات استارت زدیم، با بازم از نظر مالی لوجستیکی با کمک هوادارا ما 2 هفته تمرین کردیم، هوادارا خرج تیمو دادن که بعد اینکه مالکیت آقای نعیمی قطعی شد توی تهران که رفتیم جلسه‌ای که داشتیم، به هر حال برنامه‌ای که برده بودیم، این برنامه هم با آقای الماسخاله و آقای آرمان هماهنگ کرده بودیم که به چه شکله. البته تو اون جلسه یا حرف دل آقای نعیمی بود یا زبانم بود، اخراج من رو اشتباه توصیف کرد، شیطنت بعضی از دوستان توصیف کرد و گفت که من اشتباه کردم، این تصمیم گرفتم، اون تصمیم ناخواسته بود و از دستم در رفت و شما مربی مورد اعتماد ما هستی. و بزرگترین مشکل ما آقای اصغرزاده تو نیم فصل دوم نداشتن مدیر عامل بود. وقتی که یه تیم بالا سر خودش مدیر عامل نداشته باشه، ما حتی یه دفتر باشگاه نداشتیم که بتونیم مشکلاتمون رو اونجا کنار هم دور یه میز بشینیم و هم دیگه صحبت بکنیم حتی. و این بزرگترین دغدغه کادر فنی تو نیم فصل دوم بود. من مجبور بودم با رضا مهدوی، با آقای شهرام حمیدی توی شورا، توی ادارات مختلف، توی اداره ورزش، توی هیئت فوتبال 3 نفری کنار هم دیگه مشکلات مدیریتی رو حل و فصل بکنیم. حتی یه جاهایی اجحافایی از سوی قاضیای داخل زمین در حق تیم میشد، کسی نبود از حق تیم دفاع بکنه، مجبور میشدم یه تنه برم اعتراض بکنم و محرومیتایی رو هم به جان بخرم و این بابت ضرر و آسیب تیمم شد. ولی بازم ما پا پس نکشیدیم و موندیم، جانانه تلاش کردیم. یک بار گفتیم که بعد از بازی چادرملو، اگر یادتون باشه تو اون سالن کنفرانس اون یکی بود، گفتم که عدم وجود مدیر عامل کنارمون بابت این موضوع ما بسیار بسیار داریم متضرر میشیم و بعضی هم از دست من ناراحت شدن که علی نظر محمدی ما رو زیر سوال برده. من والله بالله همیشه دوست داشتم که توی کار فنی، کار مدیریتی همیشه تعامل داشته باشم و هیچ مشکلی هم با هیچ کسی ندارم. توی عرایض قبلی هم آقای اصغرزاده عرض کردم من خیلی شرمم میاد که بابت بقای تیم داماش توی لیگ دست اول به اصحاب رسانه و هوادارا بیام تبریک بگم. یه روزی لیگ دست اول برای داماش به این معنا بود که حتما امسال صعود میکنیم، توی لیگ برتر برنامه داشتیم، ولی امروز باید برای بقا به قول شما مردیم تا بردیم تا ماندیم و این اتفاق خیلی اتفاق کوچیکیه. باید برنامه داشته باشیم، زیر ساختار رو درست بکنیم. ما با این هوادار توی لیگ برتر هم میشه آقایی کرد، ولی باید قدر این هوادار رو دونست. من توی یه تیم متمول شخصی بازی کردم با 2 جین بازیکنای ملی پوش و بزرگ، خب ولی همون تیم مالکش بابت آوردن هوادار به استادیوم هزینه میکرد. امروز ما باید قدردان این هوادار بشیم که خودش میاد تو استادیوم رو پر میکنه مثل خودش، یعنی 10,000 نفر بیرون استادیوم، با وجود اینکه بازی از شبکه باران پخش مستقیم داشت زنده برای مردم گیلان داشت و همه ایران داشت پخش میشد و باید قدر این هوادار به عنوان یه پایگاه و جایگاه اجتماعی محسوب میشه. خب باید همه مسئولین بدونن که حضور این هوادار چه موهبتی است. این هوادار از ساعت 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر تو استادیوم تا پاسی از شب. الان 11 شبه، 6 ساعت انواع اقسام خدمتون جرایم توی شهر کمتر شده، تو استان کمتر شده. ما برای فرهنگ سازی یا برای هزینه کردن اون مواردی رو که شما میدونید منظورم چیه، هیچ گونه هزینه‌ای داریم پرداخت نمی‌کنیم. فقط این هوادار داره راحت میاد توی استادیوم. قدردان این هوادار باشیم، براشون مسائلی رو فراهم بکنیم توی بخش نتیجه‌گیری، تیمشون جوری نتیجه بگیره که این هوادار همیشه ترغیب سرمست از پیروزی بیاد و شهر ما داشتن این شهروند همیشه سرحال و با نشاط و پرشور و با تراوت باشه. آقای نظر محمدی عذرخواهی کنم، قبل از آمدن جناب علی با دوستان صحبت بودیم با زبان مادری ما با شما مصاحبه بگیم.
حالا چون برخی رسانه ها در سطح کشور پخشاون ما خواهیم با زبان مادری به صورت خلاصه دو تا مطلب خدمت شما عرض کنیم. بنده به عنوان خبرنگار نه، به عنوان یک هوادار داماش، درست آمدن شما و ماندن شما در تیم داماش به ماندگاری تیم داماش و به لطف امروز برد چادر ملوک کمک بود. ولی سوال من اینه آیا با همین وضعیت شما ادامه دین؟ نه به هیچ عنوان. و سوال بعدی اینه که از گوشه و کنار بیشتر بسیم برخی بازیکنان تیم حالا به دلایلی کنار بنا بابا. نمونه امیرحسین یوسفی بازیکنی که سابقه دعوت به تیم ملی نوجوانان داره، سن بسیار کمی داره و خودتون دیگه فوتبالیستی. بله. در این خصوص اگر یه نظری بدین ممنون بود. امیرحسین یوسفی به عنوان بازیکن جوان و اولین بار توسط خود من اولین بازی که سرمربی تیم داماش شدم توی بازی خلیج فارس معاشر به بازی گرفته شد و تو همون بازی هم گل زد. اما ایشون از نظر انضباطی بازیکن بی انضباطیه که خودشو باید با شرایط کادر فنی وقف بده. اینجا کادر فنی حرف اول و آخر رو میزنه و توی کار گروهی اگه نظم انضباط نباشه هیچ کار با موفقیت پیش نخواهد رفت. امیرحسین یوسفی باید بدونه توی شرایط تیم در اختیار کادر فنیه و کادر فنی هر اون چیزی گفت فقط یه چیز میتونه بگه چشم. خب یک بار این بازیکن توی بازی با دریای بابل در بابل، من اولین بار این موضوع رو دارم میگم، یه بازیکن جوان که به خودش اجازه میده بعد از اعلام لیست 18 نفره شمیدون خودشو برداره استادیوم رو ترک بکنه و بعد باخت اون تیم خودش استیکر خنده بذاره تو فضای مجازی، این بازیکن رو به دلیل اینکه جوان بود من یک بار بخشیدم و دیگه هم هرگز نمیبخشم، چون یک بار میشه بخشش، دومین بار این بازیکن دیگه داره عمدن این کارو داره میکنه. و دوباره توی تمرین قبل از بازی خوش طلایی مشهد یه بی‌انضباطی دیگه کرد که از لیست تیم ایشون رو کنار گذاشتم و در اختیار باشگاه گذاشتم. این باشگاه روزی مهدی مهدوی کیا، علیرضا جانبخش، محمدرضا مهدوی، مصطفی حاجتی توش بازی کرد، کسایی که توی فوتبال کشور اسطوره بودن و از نظر فنی بی‌نظیر بودن. یه بازیکن جوون به خودش نباید حق بده که بی‌انضباطی بکنه و من تو هر تیمی که بودم اونا میدونن انضباط و دیسیپلین حرف اول آخر میزد، هرچند که تیمم بی پول باشه، هرچند که تیمم فقیر باشه، هرچند تیمم سقوط کرده باشه، ولی به هیچ عنوان به هیچ کی اجازه بی‌انضباطی رو نخواهم داد. ممنون، متشکرم.